بسم الله الرحمن الرحیم. خیرغلاست، خوش کلیپسیز، خوش آمدید. اولتر از همه برادر محترم دکتر صبح عبدالله، جناب دانش، جناب پیرس، هیئت رهبری اولوسی جرگه، هیئت رهبری مشران جرگه، وزیر صاحبای محترم، اعضای محترم کابینه، همه خواهرها و برادرها، توفی پیشوای بشریت خدمتتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شروع از سپاس و امتنان. اول از تشریف آورید. امروز حضور شما در اینجا دو پیام بسیار واضح دارد. یک پیام به دشمنای افغانستان که هیچ نوع اختلاف سه قوه را قانون اساسی تعیین کرده از هم جدا نمیکنه. او دشمنای افغانستان، آواز نماینده ملت بشنوید. و دوم پیام به مردم افغانستان است. پیام اول از مردم افغانستان درک وضعیت است، اراده قوی بر اصلاحات است. هر نوع انتقادی که سر حکومت داشته باشین در این تالار بستر هر دو چشم و ما استقبال میکنیم و تشکر میکنیم از روحیه همکاری که ایجاد شد. سناتور صاحب راست در تو هم ما و داکتر صاحب اختلاف نلرو، سر گٹ کار کو. اول اطمینان دادر کوم که دولت که وحدت ده او دولت که وحدت یعنی ولسی جرگه نه، مشران جرگه نه، اجرایه قوه که او قضایه قوه که نو څه انتقاد لري لبخوانه نو سر و سترګو راسي چې ملت د افغانستان زړور ولس ته دا پیغام ورکو چې یو تر ابده یو او څوک هم نسي تقسیمولی. من میخوایم در این حال چون فرصت اول است بعد از اینکه با وزیر صاحب داخله ولو چرانوال صاحب اولوسی جرگه رای داد، از صمیم قلب از اتفاق آرایتان ابراز امتنان کنم. شما در او روز به میمانای افغانستان یک پیغام وحدت افغانستان دادین و از این ما ابراز امتنان میکنم. مگر مخصوصا از روحیه امروزتان ما ابراز امتنان میکنم. وقتی که خواهرها و برادرای ما میگن که حاضر هستن در صف اول جنگ برن، در سطح خط اول سرحدی افغانستان برن، این مردم افغانستان روحیه میده. این قوای به نمایندگی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ما از روحیه وطن دوستیتان ابراز تشکر میکنم و تمام دولت، تمام قوای اجرایه، تمام قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به یک زبان از شورای ملی افغانستان، اولوسی جرگه و مشران جرگه ابراز امتنان میکنم. چون یک قسمت موضوعات مطرح شد و بحث بسیار مفید و همه جانبه است، نقاطی که من خدمتتان عرض میکنم قسط اول از برنامه است که شما میخواین. توضیح اول اراده افغانستان بر صلح است. چی کردیم؟ به کجا رسیدیم؟ راهی را که تعقیب کردیم چی نتایج داشته؟ سال گذشته وقتی که حکومت وحدت ملی تشکیل شد، خواهر برادر به این باور هستین که ما در انزوا بودیم؟ ببینین خواهر و برادر، با تدبیر، با عقل، با تمرکز ما حقانیت خود را به دنیا تثبیت کردیم. اگر راه صلح را ما مانع می بودیم، امروز این جنگ مشروعیت می دادن.
اما یکی از اینا آواز بلند کرده نمیتونن که سر ما انگشت انتقاد بگذارن. دنیا امروز با قوت پالوی ما و شما استاد است. حرفای که از قصر سفید دیدین، شنیدین، از تمام اروپا شنیدین، منطقه، اکثریت مطلق منطقه با ما در حال همگام شدن است، از جهتی که حقانیت موضوع خود به تثبیت رساندیم. طرح ما چی بود؟ ما نگفتیم که کی صلح طلب است، کی صلح طلب نیست. گفتیم تثبیت کنن هر کسی که در میز مذاکره آمد صلح طلب است، هر کسی که مذاکره را رد میکنه صلح طلب نیست، جنگ طلب است. اما ما دو قدم دیگه برداشتیم، گفتیم که کسی که جنگ طلب است باید امرش استعمال قوه از تمام همکارای بین المللی ما صورت بگیره. اینی نقطه است که امروز امرای قوه امنیتی و دفاعی ما خواهرها و برادرها کمک همه جانبه میشه. ما افغانا در طول قرنها در شجاعت همیشه میدان جنگ برده بودیم، در میدان سیاست باخته بودیم. باور داشته باشیم که حکومت وحدت ملی تان در میدان در سیاست از دست نمیده. نقطه دو، طرحهای مختلفه نمیگفتن که یک نقطه افغانستان رو به طالبان تقسیم کنین یا نقطه دیگر رو به طالبان تسلیم کنین. در مذاکرات 3 جانبه، در مذاکرات 4 جانبه حاکمیت مطلق تمامیت ارضی افغانستان از سر پاکستان رو دیگه قبول کردیم یا نه؟ ما حاضر نیستیم یک وجب خاک خدا با کسی دیگه بتیم. حق زیر نداریم. لودرستی سب 6 تا جنرال ما 6 تا. خیال میکنین که او بچه افغان که در دورترین نقاط ما سینه را سپر میکنه اجازه را میده که یک وجب از خاک مقدس کس تسلیم شود؟ هرگز هرگز هرگز. پاکستان به اقرار آوردیم یعنی در طول 14 سال سفرهای متعدد غیره و غیره اینا تعریف جنگ کردن. حکومت وحدت ملی تان چی کرد؟ اول و آخر گفت که پاکستان در یک جنگ نااعلام شده در مقابل دولت و ملت افغانستان قرار داره. این سرشان قبولانیدیم، سر جامعه بین المللی قبول دادیم یعنی. از این جهت ببینین که در یک جایی رسیدیم که پیشرفت ما برای صلح ابعاد نوع ایجاد کرد. دوم، موضوع اساسی چی بود؟ تمام از اینا ادعا میکردن که جنگ افغانستان جنگ داخلی است. جنگ داخلی نیست. جنگ داخلی مبارزه سر پلوان است. برای حل کردن مبارزه سر پلوان، سر جنجال سر پلوان، ما فرهنگ 5000 ساله حل مشکلات داریم. خراب برادر. در کنفرانس اوفا در روسیه کلتان یاد دست من یک سوال کردم جوابش دادم. سوال من بود که توریستا رو چرا از کجا میان؟ طرف رئیس جمهور چین دیدم گفتم از چین میان. طرف رئیس جمهور روسیه دیدم گفتم از روسیه میان. طرف رئیس جمهور ازبکستان دیدم و تاجیکستان گفتم از شما میان. و بالاخره دستم از طرف صدر اعظم پاکستان کردم گفتم زیادترین شاید تو صادر میکنی. دیگه مردم بر آدم گندم صادر میکنن، یک مملکت برای ما توریست صادر میکنن. نقطه در چیسته؟ چون سلجوقی صاحب یک سوال بسیار اساسی کردن. امرای از این توریستای منطقوی بین المللی ما هیچ وقت صلح نداریم. افغانستان گور توریسم منطقوی و بین المللی خواد باشه. ده خاورت په چپ سترګه ګوري دا به ګوري، د داعش ګور به می، د القاعده ګور به می، د نورو به می. در کجا مرا نشان بتین که یک اساس سیاسی وجود داشته باشه که یک مملکت مردمه که قطعا امرای ما و شما هیچ نوع ارتباط ندارن، طفل 6 ماهه ما و مرد و زن 60 ساله و 70 ساله ما را بکشه. برای از اینا
صلح نیست، برای از اینا مشت آهنین است و دعی برش همکاری مجدانه و اصولی بین المللی داریم. دوم موضوع جنگ چی بود؟ موضوع جنگی بود که میخواستن میدان جنگ ایجا ساخته بودن، مخاطبشان رئیس جمهور امریکا بود. سال پیشتر وقتی حکومت وحدت ملی تشکیل شد، آیا رئیس جمهور امریکا محترم امریکا امرای ملت خود تعهد نکرده بود که در 9 ماه قوای خود به 900 نفر تقلیل میته؟ یک آدم به او مهارت، مغز، اراده خود پس گشتان، پیش ملت خود رفت، گفت ملت و مردم دولت افغانستان همکارم هستند، میارزند، اینی حکومت وحدت ملی قابل سرمایه گذاری است. جناب دکتر صاحب عبدالله اومه حداقل ابدق ویدیو کنفرانس هم باشون داشتیم، پهلوی اینا را قناعت دادن یکی از دستاوردهای عمده ما بود. اما جناب سلجوقی صاحب هر چیز عام شده نمیتونه. اصول مطلق، اصول سیاست بین المللی را قبول میکنیم، اما صلاحیت بتین که بعض چیزها را که مطلق به اساس منافع ملی ماست ما بتانیم تغییر کنیم. همیشه شما را در جریان قرار میتیم خدای ناکرده کوچکترین عدول از منافع ملی کنیم، سر ما صدقیتون او در اختیارتون است. مسئله دو بعد صلح را تفکیک کنیم. یک، امروز بدبختانه باید به این نتیجه برسیم، چون در یک موقع اهم تاریخ خود قرار داریم، رای صلح را قوت نیروهای امنیتی ما، اراده ملی ما، وحدت سیاسی ما در میدان جنگ تأمین میکنه. این صلح را امسال اگر اراده دفاع نداشته باشین در میز مذاکره حل نمیشه. تلخ است، اما مردم افغانستان همیشه برای دفاع از این مملکت زهر خوردیم، اما این خاک نگاه کردیم. امسال بر 6 ماه این زهر سر ما تحمیل میشه، مگر در آخرش انشالله تعالی نتیجه صلح پایدار خواهد بود. دوم، صلح بین الافغانی میشه. از این جهت صدایم سر تمام نمایندای محترم ملت، سر تمام سناتور صاحبایی است که در صلح بین الافغانی کوشش کنیم. پاکستان اعتراف کرد که آوردنشان نمیتونه در مجلس، در سر میز مذاکره پیش قدم شوید. هزارها رشته در بین افغانا است تا اونایی که واقعا یک اعتراض دارن، یک انتقاد دارن، حل شود. اما امروز روز تصمیم گیری اولاد افغان است که خود از بیگانه جدا کنه. کسی که پیش قدم است برای اساکیر بیگانه که بیای نقاط سرحدی را برشان نشان بده که در این پیشرفت کنین، افغان نیست. این مردم باید جدا کنیم. وقت قطع کردن مناسبات است، وقت اتصال کل ملت است. څوک چې د بل چا جاسوسي کوي د دې خاورې زوی نه ده. څوک چې د خاورې باندې قرباني ورکوي د دې خاورې واقعي بچی ده. هم شیر زن است، هم شیر مرد است. بنابراین نقطه دیگه سیاست حکومت ملیتان و چی بوده؟ یک روز برای تیاری در جنگ خراب برادرها کوتاهی نداشتیم. در یک روز از ما یا رئیس اجرایی، از معاون صاحب، از روحید رئیسی صاحب وزیر دفاع شنیدین که ما آمادگی جنگ نمیگیریم. سر تا سر آمادگی گرفتیم. از سال گذشته اینال باز وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس امنیت برتان یک قسمت تفصیلات هم میتن آمادگی گرفتیم. امروز من میخوایم برتان بگویم که برای هر حادثه که پارسال شده بود تیاری داریم. امسال انشالله تعالی قوای امنیتی و دفاعی تان غافل نخواهد بودن.
دیدین در 41 جای حمله کردن، کی جسدش در میدان جنگ ماند؟ اینا خیال کرده بودن که گذشته تکرار میشه. گذشته را دیدین تکرار نمیشه. اراده قوای امنیتی و دفاعی تان بی‌نظیر است. دیروز سرقماندان حمایت قاطع جنرال سب نیکلسن آمد، امرای مجلسه داشت، گفت سر قوای امنیتی و دفاعی تان افتخار کن. یه آدم است که از دگروالی بستر جنرالی در دوران مختلف در افغانستان خدمت کرده، گفت این قوا بعد از انتقال امنیتی واقعا نشان داد که همت و ظرفیت داره. یک آمادگی است اینال سر از اینا. اما چی میخواین؟ چیزی که میخواین روحیه امشب است. قوای امنیتی و دفاعی تان دیگه چیز نمیخواین. یک دست کشیدن میخواین. از تالار پارلمان هر بار که آواز تقویه از اینا میه، اینا دل میگیرن، اینا جان میگیرن، اینا آمادگی قربانی میشه. هر بار که شهدایشان شما یاد میکنین، هر بار که از زخمیاشان عیادت میکنین، اراده از اینا محکم تر میشه. هر بار که یک وکیل صاحب، یک سناتور صاحب تشویق میکنه که مردم با اردوی ملی، با پلیس ملی، با امنیت ملی برن، ارادهشان زیادتر میشه. ما امرای هزارها سرباز صحبت کردیم، از امرای هزارها پلیس، صدها نفر متخصصین امنیت ملی. تقاضایشان همیشه ایست که قشر سیاسی افغانستان متحد کنه. و اینمی اتحاد است که امروز شما میخواید. اینی اتحاد است که ما شما تمثیل میکنیم، جهت میدیم. نقاط دیگه سر اصلاحات، سر مبارزه با فساد یک جلسه خاص دیگه میگیریم، قسمی که تعهد کرده بودیم. و در بخش گزارش دهی وزیر صاحبا برتان همونطور که وعده کرده بودیم که هر 2 ماه یک مجلس میگیریم، تمام ترتیبات ولایت به ولایت در حال فراهم کردن هستیم، کل پروژه انکشافی، کل نقاطی که میشه و اندازه پیشرفت، تا مثل که کل ما خواهر و برادر هستیم و به خانه مشترک بزرگ افغانستان تعلق داریم، با هم بشیم. صلح در افغانستان ده هر بچی آرزو ده. لطولو نه دیرتر ده ما شما آرزو ده. لطولو نه دیرتر ده میندو آرزو ده. آقا ورز دراغ لارم بیا امرجنسی شفاخانه ده. ده سیاگر ده شنواری نه. ده غربت نه خلق را بودیم. یا کوچنای میولید و کلم. یا خایسته چهره و غټي سترګې لاسې پرېسو، لاسې په ګلولې لګېدلې. نن زه غواړم چې د افغانستان علما کرام چې تاسې منځ کې که څه دومره فضل د خدای په اسلامي علومو کې موږ مجلسین ډک دي چې دلته باید د حق و د باطل او د فتنې فرق وکړي. دا یوه فتنه ده. د اسلام په مبین دین کې د فتنې مقابل کې حرکت بکرد. او این موږ جنگ دفاعی جنگ ده. تر آخري لحظه پورې کوښښ کړی، هر لحظه کوښښ کوو سولې ته متحد یو، ځکه چې ولس سوله له هوا غوندې غواړي. اما باید اراده ولرو چې سوله په واقعي توګه وګټو. هغه سوله چې هغې کې خدای ناکده د افغانستان جغرافیه تقسیم سي په 10,000 کالو کې نه منو. هغه سوله چې د افغانستان د ښځو حقوق سوال لاندې واچي نه منو. هغه سوله چې د اساسي قانون ارزښتونه سوال لاندې واچي. دا ولس پخوانی ولس نه ده. دا ولس څه غواړي؟ اوسایي غواړي. د نن خبره دا ده چې واقعا د وحدت، د همغږي، د اتفاق نه یوازې تیږه کېدو، لوی تعمیر جوړ کړو. په دې باندې انشاءالله تعالی نتیجې ته رسېږو. ځکه وګورئ د عزر نه وکیل صاحب ده، د عزر خلک څنګه ودرېدل؟ طالبان یې وشړل که نه؟
ولس نن تیار دست داخل کوشری طول وکیل صاحبان یو ځای بل ځای دا به کمری ضربه زدن یا نزدن در کنر در قندوز در بغلان در کل جای سر تا سر افغانستان در 34 ولایت افغانستان اینا جایی ندارن اما انال وحدت بکار است اتفاق بکار است اراده بکار است من از امشو نهایت ممنون هستم از خاطر که هم هدف واضح است هم اراده است هم فهم است و از همه که زیادتر من ابراز امتنان میکنم که نماینده عظیم ملت افغانستان اعضای محترم دو مجلس با اتحاد اتفاق و همدلی از قوای امنیتی و دفاعی ما پشتیبانی میکنن هدایت میتین هر فرمایشتان که برای بهبود باشه به سر هر دو چشم تل دیوی افغانستان زنده باد افغانستان یشسون افغانستان